سلام درودی بی پایان به یکایک شما بینندگان عزیز. در برنامه خبری و تحلیلی پیام نیوز شوکت محمد با شما هستم. سرخط خبرها: قرغزها وارد دهه وارخ شده پرچم تاجیکستان را به زمین یکسان کردند. یک نفر را کشته چندین نفر را زخمی نمودند. جانب تاجیکستان در واکنش به این عمل گفت قرغزها اغوا انگیزی میکنند. حکومت چین به کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان با مبلغ 6 میلیون دلار کمک تکنیکی کرد. آژانس سقوط اجتماعی و نفقه تاجیکستان در پی یک سنجش هزارها نفر معیوبان را از نفقه معیوبی محروم کرد. سخنگوی شهردار اسفره اقبال تیشیف حادثه دیروزه در مرز تاجیکستان و قرغزستان در وارخ را اغواگرانه نامید. طبق منبع خبر در نتیجه استفاده سلاح آتشفشان از جانب استقامت کنندگان دهه اقصای ناحیه بادکان جمهوری قرغزستان در روند مناقشه نزد سرحدی که روز 22 ایول سال 2019 در مرز جماعت دهات وارخ شهر اسفره جمهوری تاجیکستان رخ داد، بر اثر تیرپرانی یک نفر شهروند جمهوری تاجیکستان ساکن جماعت دهات وارخ آموزگار قرایف جلال به هلاکت رسیده 4 نفر ساکنان دیگری دهه مجروح گشتند. در پی سنگ پرتایی باشد 7 نفر دیگر ساکنان جماعت دهات وارخ جراحت وزنی جسمانی برداشته به بیمارخانه انتقال یافتند. این حادثه فاجعه بار در نتیجه عملهای نوبتی اغواگرانه استقامت کنندگان دهه اقصای ناحیه بادکند که می‌خواستند مانع کارهای آبادانی نصب پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در سیمچوب حدود جماعت وارخ گردند و هم تحت حمایت مقامات قدرتیشان در حدود قلمرو تاجیکستان نوشتجات اقصای علامت حرکت در راه نه زیاده از 40 کیلومتر ساعت را استوار و پرچم دولتیشان را نصب کردند رخ داد. همین گونه مناقشه در مرز تاجیکستان و قرغزستان بار اول نیست و جامعه شهروندی را نهایت نگران کرده است. این گونه مناقشه های اداره نشونده طول یک سال آخر 10 مراتب سر زده، دست کم 6 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند. از جانب مقامات تاجیکستان همیشه بی‌عملی و یا خود واکنش های ضعیف و بی تاثیر صورت گرفته جسارت اهالی کشور همسایه را در غصب زمین تاجیکستان بیش از پیش افزوده است. حالا در خط علاقه با ما پروفسور دکتر علوم حقوق شناسی شاکر جان حکیموف حضور دارند. استاد سلام، و می گفتید که چرا مردم قرغز با جسارت تام هر دفعه آشکارا دست به شکستن تعهدات میزنند و جانب تاجیکستان به این همه وحشانیت ها و عمل های قاتلانه خیلی به طور احتیاطکارانه و ملایم واکنش نشان بدهد؟ همچون یک حقوقدان و سیاستمدار نظر خود را می گفتید. وقتی که قرغزها این دفعه چنین عمل کردند، این نه تنها تمامیت ارضی و یک تاجیکستان را خللدار می‌کند، ولی همزمان تهدید به اختیاری و استقلالیت تاجیکستان می‌زد و بنابراین کمیته مربوطه دولتی که وکالت دارد و صلاحیت‌هاش را پارلمان هر دو کشور موافقه نموده است، باید کار را به انجام رسانند، زیرا که این سرزنش است و تا زمانی که نامعینی هست پیدا شدن این گونه نزاع‌ها و احتمالیت تلفات جانی از هر دو جانب نیز به نظر میرسد. ولی یک چیز عیان است، چون جامعه قرغزستان نسبتاً آزاد است، جامعه شهروندی متشکل و حزب‌های سیاسی نیز مکمل‌تر است، آنها می‌توانند که افکار جمعیتی را در حال به وجود آورده جهت رسیدن به هدف‌های معین و مشخص، پیش‌های مشخص اجتماعی را سفربر کنند. ولی چون در تاجیکستان همه گونه تشبس‌ها پخش می‌شود
و جامعه شهروندی نامکمل و بسیار حزبی اداره شونده است. در همین گونه حالتها نیز رسیدن به هدف معین تا حتی حمایه از مرز بوم تاجیکستان نیز مشکلتر می شود. بنابراین این طرف مسئله باعث نگرانی است و اگر این برمیخواهد که تاجیکستان واقعا موفق باشد و در حالتهای استثنایی به طور متشکل به همه گونه تهدید و خطرهایی که از عوامل خارجی و از جمله از قرغیزستان برمیآید مقاومت کند، باید روحی ملت را آزادتر باید کرد و از سرکوب کردن و پخش کردن همه گونه تشبس‌های جامعه شهروندی خودداری باید نمود. به اندیشه شما از لحاظ حقوقی قرغیزها که مرز را عبور کرده در زمین تاجیکستان پرچم خود را پرافشان کردند، آیا جانب تاجیکستان از روی قوانین بین المللی و نظام سرحدی می توانستند که شهروندان قرغیزستان را بازداشت کرده به جوابگری کشند؟ وقتی که برخلاف ترتیب مقرر شده خط مرز را عبور کردند و به بگذار تا امروز مکان تنظیم نشده ولی از جانب تاجیکستان تا یک اندازه پذیرفته شده است که اون قلمرو تاجیکستان است، اما آنها پرچم خود را زدند. این باعث نگرانی است. کوشش‌های سرحدی، ساختارهای مربوطه مقامات امنیت در شهر ایسفر و دیگر جزو سامان‌های وزارت کارهای داخلی ویژه نیز در ایسفر وجود دارند، همچون کشوری همجوار و همسرحد با ازبکستان و قرغیزستان. بنابراین با در نظر داشت تجربه های ازبکستان و دیگر کشورهای فتح شوروی باید عکس‌العمل نشان میدادند، چون که همین گونه کردار را وقتی که چند سال پیش در مرز ازبکستان وجود داشت و دایره های معین منطقه کوشش کردند که همین گونه رفتار کنند، در حال وزارت مدافع و کوشش‌های سرحدی نشین جامعه شهروندی ازبکستان متشکلانه عکس‌العمل نشان دادند. در نتیجه قرغیزها این گونه رفتارها را در مورد ازبکستان روا نمی‌بینند و چرا که پیامدهای منفی آن را نسبت خود احساس می‌کنند، ولی تحمل پذیری نیز باید حد داشته باشد و دایره‌های وکالتدار دولت باید نگذارند که وضعیت تا این درجه رسد، زیرا که البته چند نفر آموزگار و کارمندان مقامات حزبی خوب زخمی شدند یا مردند، فوتیدند، که این البته باعث بیشتر گردیدن آبروی دولت تاجیکستان نمی شود و برعکس زمینه‌های اجتماعی دولت خلل‌دار می‌گردد. فرهاد خدایرف، کارشناس مسائل حقوقی، به پیام گفت باید این مناقشه های مرزی دو کشور همسایه با طور دیپلماتی حل شود و برای همگرایی ساکنان نزد سرحدی هر دو کشور از دو جانب شخصان حرفه‌ای سر کار آیند. باید هر جانب هم حکومت تاجیکستان و هم حکومت قرغیزستان به طور دیپلماتی همین موضوع را حل و فصل نمایند و نزاع‌هایی که به میان میآید در بین همین مرز، البته این از جانب گروه یا نفر راه اندازی می شود. البته این برای که من بعد به همین من بعد دیگر همین مسئله ها راه اندازی نشود و عاملان همین تشکیل کنندگان همین مسئله نزاع‌ها را باید خدمات استخباراتی هر دو کشور پیدا کنند و به همین موضوع خاتمه بخشیده شد از هر جانب، خود از جانب تاجیکستان باشد، خود از جانب قرغیزستان، اینه که به جوابگری کشیده شوند و همون علامت هایی که در دو مرز است، در بین دو مرز است، اینه که علامت گذاری شوند، علامت گذاری به طور فوری علامت گذاری شوند و از کدام طرفی که از کدام جانبی که به کدام جانبی که همین زمین تعلق دارد به همون جانب که برگردانده شود به نزاع به یگان و به طرز یعنی که کمیسه مخصوص تشکیل کنند و همین زمینه به کدام دولت که دولت تعلق دارد برگردانند.
باعث تأسف است که مناقشه های مرزی هر دفعه با قتل و کشتار تمام می شود. سربازان تاجیک با طور تحقیرآمیز خلع سلاح و لط و کوب می شوند. قتل شدن و سنگباران شدن ها ادامه دارد، ولی هیچ کاری از دست حکومتداران ما ساخته نیست. به نظر می رسد حکومت تاجیکستان از حد زیاد دوراندیشی می کند و یا کسی در حکومت یافت نمی شود که برای حل این قضیه یگان فکر سازنده داشته باشد. بنابر با استفاده از اندیشه صاحب نظران اینجا می خواهم برای حل مشکلات مرزی چندی از پیشنهادها را ارائه کنم. سر اول تنها راه حل این مناقشه مذاکره مقامات دو کشور با نشستن به سر میز و بحث و گفتگو است که نتیجه اش توافق مورد رضایت طرفین باشد. در این گونه مناقشه ها وقت طرفین دوام می خواهند سر میز مذاکره نشینند، پیش از نشستن هر طرف باید نقشه در دست داشته باشد. تا زمانی که شما یک نقشه خوب در اختیار نداشته باشید، مطمئن باشید در مذاکرات بای می دهید. حالا تاجیکستان دو نقشه برنده می تواند داشته باشد. یکی خریطه دوران شوروی که طبق آن زمین هایی که قرغزها امروز ادعای مالکیت آن را میکنند جزء از تاجیکستان است. اما یک مشکلی اینجاست که آنها به صورت دقیق علامت گذاری نشده اند. نقشه دیگر باید با توجه به اینکه هر دو طرف ادعای مالکیت این زمین ها را میکنند، تا زمانی که توافق حاصل نشود، یعنی قبل از نشست سر میز مذاکره، پیشنهاد این است که حکومت تاجیکستان پیش از مذاکرات فوراً آن مناطق را به خاطر جلوگیری از درگیری شهروندان مناطق نظامی اعلان کرده ارتش خود را در تمام نقاطی که از تاجیکستان است مستقر سازد. این کار باید فوراً صورت بگیرد. در صورت اعتراض جانب قرغز، تاجیکستان می تواند اعلان کند که این اقدام ها موقتی و برای جلوگیری از درگیری شهروندان است و تا زمان حل و فصل نهایی مناقشه ارتش میماند و زمانی که توافق حاصل شد آن وقت طبق آن عمل خواهد کرد. بار دیگر تاکید میکنم که باید تاجیکستان فوراً در این مناطق ارتش خود را مستقر سازد و این اقدام فقط یک جسارت میخواهد و بس. اقدام غیر قانونی هم نیست. این یک پیشنهاد کاملا منطقی است و تنها کاری است که میتواند از خونریزی جلوگیری کند. آژانسی سقوط اجتماعی و نفقه تاجیکستان در پی یک سنجش در چند شهر و نواحی کشور معلوم نموده است که هزارها نفر که حالت معیوبیشان تصدیق نشده است نفقه معیوبی می گرفتند. این و چند خبر و رویدادهای دیگر را صفیه واحدова به شما گزارش می دهد. حکومت چین به کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان و مبلغ 6 میلیون دلار کمکی تکنیکی کرد. امروز 23 ایول چینی‌ها به کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان 127 ماشین‌های گرانوزن مخصوص همچنین تجهیزات برای کارهای جستجوی نجات‌دهی تحفه کرد. طبق اطلاع کمیته، این تحفه در اساس سازشنامه قبلا امضا شده درباره همکاری اقتصادی و تکنیکی، اینچنین در اساس مکتوب‌های رد و بدل شده بین حکومت‌های تاجیکستان و چین درباره واردات وسایط تکنیکی و تجهیزات برای شعبه‌های کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان سپاریده شده‌اند. وسایط تکنیکی برای رسانیدن نجات دهندگان به جای حادثه‌های فوق‌العاده برای انجام کارهای نجات‌دهی استفاده خواهند شد. همچنین تجهیزات برای نظارت و پیشگویی وضع طبیعت در کشور به خصوص نواحی کوهی به کار برده می‌شوند. آژانسی سقوط اجتماعی و نفقه تاجیکستان در پی یک سنجش در چند شهر و نواحی کشور معلوم نموده است که هزارها نفر که حالت معیوبیشان تصدیق نشده است نفقه معیوبی می‌گرفتند. دلمراد دولتزاده، دیرکتوری آژانسی سقوط اجتماعی و نفقه، روز 23 ایول ضمن یک نشست خبری در دوشنبه گفت در نیم ساله اولی سال روان از 148663 نفر شماره عمومی نفقه‌گیران معیوب 88000 را برای دقیق نمودن حالت معیوبی مورد تشخیص تکراری قرار گرفتند. با گفته آقای دولتزاده در نتیجه این سنجش 18594 نفر که از نفقه معیوبی برخوردار بودند حالت معیوبیشان تصدیق خود را نیافت و نفقهشان قطع کرده شد. رئیس آژانسی سقوط اجتماعی و نفقه تاکید نمود که شماره عمومی نفقه‌گیران در تاجیکستان 699236 نفر را تشکیل می‌دهد و اندازه میانه نفقه در کشور به 315 سومانی و 30 درم برابر است.
کارشناسان بر این نظرند که حکومت تاجیکستان در پر کردن سبد بودجه کشور رنج میبرد. بنابر اختصار شمار نفقه خوران نیز یکی از کوشش‌های جبران مشکلی‌های بودجه این کشور است. این است که درخواست هزارها معیوبان برای گرفتن نفقه به جواب مانده، برعکس شمار معیوبانی از نفقه محروم شده می‌افزاید. کمیته آمار ازبکستان دیروز 22 ایول طی گزارش اعلام کرد که حجم تجارت این کشور در نیمه اولی سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته با 29.8% افزایش در سطح 19 میلیارد و 683.2 میلیون دلار قرار گرفت. بر این اساس صادرات ازبکستان در نیمه نخست سال با 27% افزایش نسبت به همین دوره سال گذشته با بالاروی 27% به 8 میلیارد و 437 میلیون و 600 هزار دلار و واردات این کشور نیز با 32% افزایش به 11 میلیارد و 245 میلیون و 600 هزار دلار رسیده است. داده‌های این کمیته همچنین نشان می‌دهد که انرژی، فرآورده‌های نفتی، لباس، مواد غذایی، طلا و فلزات از جمله مهمترین محصولات صادراتی این کشور در این دوره بوده است. ماشین‌آلات، قسم‌های احتیاطی و برخی محصولات کیمیاوی نیز از جمله واردات عمده این کشور به شمار می‌رود. گفتنی است حجم تجاری خارجی ازبکستان سال گذشته 33 میلیارد و 815 میلیون و 300 هزار دلار اعلان شده بود. در اوکراین بار نخست یک سیاه‌پوست وکیل پارلمانی این کشور انتخاب شد. ژان بلنیوک از روی خط حزب خادم خلق به پارلمان راه یافته است. بنابر نتیجه‌های پیشکی حزب خادم خلق پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی در انتخابات پیش صف است. بلنیوک 28 سال داشته در شهر کیف به دنیا آمده است و مادرش اوکراینی است. پدر ژان بلنیوک زاده رواندا در جنگ شهروندی این کشور سال 1994 کشته شده است. ژان بلنیوک پیش از وارد شدن به سیاست با ورزش مشغول بود. او گفت نیت دارد در بازی‌های المپیک سال 2020 در توکیو اشتراک کند. در بازی‌های المپیک سال 2016 در ریو دی ژانیرو برای اوکراین مدال نقره آورده بود. اینجا برنامه امروزی ما به نهایت خود رسید. برنامه‌های رادیویی ما و مطلب‌های ما را در پایگاه پیام نت و شبکه‌های اجتماعی پیگیری کنید. انتظار پیشنهاد و ملاحظه‌ها و همکاری‌های شما هستیم. تا فردا در پناه الله بمانید.